به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام، نقل امروزه ما درباره یک پدری که تمام هستی حیات خود را به 3 نفر پسران خود بخشیده بود، بخشیده شده است. نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، به امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. بله، در حقیقت پدر برای یک فرزند را به پای رسانیدن چه زحمت و چه عذاب‌های این حیات را به سر می‌گذراند. و نقل امروزه ما خصوصا به اون جوان‌هایی که پدر و مادر خود را حرمت نمی‌کنند و بر زمین در دوران پیریشان در کوچه خارزار می‌پرتایند تعلق دارد. یک مرد در یک دیه خورده با 3 نفر پسران خود زندگی میکرد. با امر الهی همسر این مرد بر وقت از این دنیا رفت و این مرد برای فرزندان هم پدر و هم مادر شده 3 پسران خود را به وی رساند. بعد اونی که پسران او دانشکده را ختم کردند، حیثیتشان به دیگر مملکت ها برای ادامه خوانش روان شدند و این مرد باشد در یک خانه تنها ماند. برای این مرد یک شب برابر 1 سال بود و 1 سال برابر 100 سال و تنهایی برای این مرد از تاریکی قبر هم سخت بود. در زمین این مرد هیچ یار دوستی نداشت، یعنی نزدیکانی نداشت. در اون دیه این مرد با فرزندان خود کوچ بسته بود. یک دوستی نزدیکی این مرد برای او یک تلفن موبیلی تحفه کرد تا اینکه با فرزندانش صحبت کند. لیکن فرزندان در وسواس شیطان افتاده و به عشق مال و دنیای افتاده از حال پدر یک لحظه فکر نمی کردن. بر زمین این 3 نفر پسران این مرد در آن شهر بیگانه عائله دار می شوند و کلا اون زحمت پدر را فراموش می کنند. بعد چند وقت دوری از فرزندان این پدر بیچاره به بیماری سخت دچار می شود. از دقت و از دوری فرزندان پدر بیمار می شود و فقط دردش را به خداوند می گوید و همیشه به خداوند دعا می کند: یا الله، من یک بنده عاجز تویم و خدایا به تو دعا دارم فرزندان مرا در کدام منازلی که نباشند در پناه خود نگه دار و برای کار و رزق روزی آنان را بده و الهی من از فرزندان خود رضایم. خدایا به فرزندانم ایمان کامل و عقل پاک نصیبشان بگردان تا همیشه در راه راست حیات خود را صرف گردانند. روزی بعد چند وقتی که از پسران این مرد هیچ زنگ تلفنی نشد،
این مرد به نزد استاد تلفن می رود و تلفن را به اون تعمیر کننده می دهد و او می بیند و می گوید پدر جان، تلفن شما از کار نبرآمده است. پس این مرد این را می شنود و از تحت دل گریه می کند. استاد تلفن باشد می گوید ای پدر، برای چه گریه می کنید؟ ای پسر، اگر تلفن من از کار نبرآمده باشد، پس برای چه فرزندان من بار از حال من خبر نمیگیرند؟ این سخنان را شنیده استاد تلفن نیز به گریه می درآید و می گوید یا الله، وای بر حال چنین فرزندان. دیر نگذشته این موی سفید از این دنیا می رود و فرزندان او برمیگردند، اما بسیار دیر شده بود، زیرا اهل مردم دیهات پدر آنان را به خاک سپارده بودند. ای برادر و یا خواهر اهل اسلام، به حرمت خداوند قدر و قیمت پدر و مادر خود را در دوران زندگیش بچار، زیرا با گرفتن او چه فایده از اون گریه و ناله و چه فایده از اون سنگی که در قبر او میگذاری؟ وقتی که پیر می شود پدر و مادر را خوارزار مگردان، زیرا خود روزی خوارزار خواهی گشت. زیرا این دنیا دو روزه است و چه خیلی که در عرفیت میگویند گندم کاری گندم میگیری و اگر جو کاری جو، یعنی به هر کاری خیر انشاءالله نصیبت را میبینی و به هر کاری خطا جزای مدهش را خواهی دید. الله مهربان در قرآن عظیمشان میفرماید استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی هر یک بنده مسلمان به هر کار خیرش مکافات خواهد گرفت و به هر کار خطایش جزا خواهد گرفت. و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. و در آخر برادران و خواهران اهل اسلام، چه در اول گفته بودن بیایید از این مال دنیا و از این زر و زیور هیچ فایده نیست، زیرا یک دستی دعای پدر و مادر از تمام اون مال دنیا و قصر و زر و زیوری که داریم والاتر است، زیرا خداوند قدر و قیمت آنها را در جای اول میگذارد. پس پدر و مادر را احترام کنید و فرزندان خود را نیز برای احترام کلانسالان تربیت کنید. خداوند مهربان هر یک شما را و ما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گرداند. آمین یا رب العالمین.